جمشیدزاده یکی از دادرس‌های دادگاه کنستitutسیونی تاجیکستان روز 13 ینور از اشیانه نهم بینای در شهر دوشنبه افتاده جان داده است. خبرنگاران رادیو آزادی که به محل حادثه در محله گلستان و یا معروف به سیرک رفتند، شاهد مردم زیادی در نزد بینای بلند آشیانه شدند. چندی از حاضران در این محل و رادیو آزادی گفتند که جمشیدزاده قبل از نصف روزی از خانه‌اش از طبقه نهم بینا افتاده جان داد. مصاحبان رادیو آزادی گفتند انیق نمی‌دانند که دادرس تصادفاً افتاده است یا خود را پرتافته است. یک مأمور میلیسا در جای حادثه نیز افتادن دادرس را تصدیق کرد ولی شرحی بیشتر نداد. او گفت تفتیش حادثه ادامه دارد و جزئیات را بعداً معلوم خواهند کرد. و خبرنگاران رادیو آزادی اجازه ندادند که وارد خانه شوند. جمشیدزاده را سال 2019 با پیشنهاد امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دادرسی سودی کنستitutسیونی بالاترین دادگاه انتخاب کردند. دادرسی 52 ساله زاده دهه شاد ناحیه رشدقلعه بوده، سالها در مؤسسه‌های علمی و پژوهشی تاجیکستان کار کرده است.